لباسش خیلی خوشگله زیر کاپشنه. کراوات خیلی جسورانه است، خیلی خوبه به نظرم. یه تیپ مردونه است. من اینطوری سبکو دوست ندارم. امروز قراره رفیقا رو روبرو همدیگه قرار بدم، ببینم به رفیق صمیمیشون چه امتیازی از 1 تا 10 میدن. من امینم، اینجا باند ساده است. کجا تو ببوسم؟ شما اسم تو با سن تو من میگی؟ من آرتامم 18 سالم. شما چی؟ من آرشم 20 سالم. 20 سالتونه. رفیق هستید با هم؟ نسبتتون رفاقته؟ به استایل رفیقت از 1 تا 10 چند میدی؟ ببین لیاقت نداری با رفیقی مثل من داشته باشی. رفاقت رو بذار کنار. مرام و اینا رو کاری نداری، من مثلا این ظاهرش 7-8. چرا کم میکنی ازش؟ چیش بده؟ چیز خاصیش بد نیست، فقط یه ذره کاپشنش به شلوار فیلنش نمیاد. کاپشنش به شلوارش نمیاد. شما چند میدی به آرش؟ به آرتا ببر. استایل امروزش خوشم نمیاد. بهش 4 میدم. 4؟ آره. چی همخونی نداره؟ کات کنی. چی همخونی نداره؟ نداره واقعا. کفش شلوار نمیاد. آره، به نظر من کفششو دوست دارم ولی شاید به این پیرنش دوست ندارم. پیرنش پیرمردیه. جالب نیست. چند میدی؟ 4. آره 4. بچه میخوایم بریم سراغ نفر بعدی. نفر بعدی درباره شما نظر میده. 2 تا خانومه. اسمتون چیه؟ چند سالتونه؟ کیمیا 24. 24. شما چی؟ الهه 25. نسبتتون چیه؟ دوست صمیمی. دوست صمیمیتونه. این 2 تا آقا رو نگاه کنی. به استایلشون از 1 تا 10 چند میدی؟ کم 5-6. به فرفریه؟ سشنم فرفریه. به قد بلنده. باز این بهتره. قد بلنده چند؟ قد بلنده 4. قد کوتاه 3. شما؟ همون 3 و 4. خب شما کیمیا خانم به استایل رفیقت رفاقت صمیمیتونه بذارید کنار، از 1 تا 10 چند میدید بهش؟ 10. مثلا بحثمون رفاقت نیستا، استایلی که الان زدن. آخه دوستمو به نظرم خوشتیپه دیگه. سیتون که خللی ایجاد نمیشه، اصلا کفششون بده، لباسشون بده. امروز 10 میدم، شاید یه روز دیگه. کامله؟ آره. استایلش مشکل نره؟ نه. شلواره با کفش هماهنگ هست؟ خوبه میان من. شما چند میدید به کیمیا خانم؟ کم بده. نه 9 میدم. 6 بده؟ کتونیاشو. نمیاد به کفش نه نمیاد. خواهیم بریم سراغ نفر بعدی. 2 تا آقا هستن که میخواد درباره استایل شما نظر بده. اسمتون چیه؟ چند سالتونه؟ سبا 16. 16 سال. شما چی؟ اسمت چیه؟ من حمید رضام 23 سال. 23 سال. این 2 تا خانم رو نگاه کنی. به استایلشون از 1 تا 10 چند میدید؟ به این وریه 7. این که سفید پوشیده 7. به این وریه 5. 5. شما چند میدی به این عکس؟ به دوربین نگاه میکنی. به این استایل بله. یه 6 میدم. جفتشون؟ به جفتشون 6 میدم. آره 6. بله. به استایل این خانم چند میدی؟ به استایلش 7 میدم. 7 از 10. تو لیاقت منو نداری. 6 بده. 6 اوکیه ولی خب 3 نمره رو برای چی کم کردی؟ 3 نمره رو کم نکردم، یه عدد همینجوری گفتم. شما به استایل آقای چند میدی؟ 7. چرا؟ یه تیپ مردونه است. من اینطوری سبکو دوست ندارم. مردونه دوست نداری؟ یه ذره لشتر بله. باشه. یه ذره لشتر باید باشی. چون شما میگید من بریم سراغ نفر بعدی. 2 تا آقا هستن میخوان درباره شما نظر بدن. الحق و الانصاف. لایک های ویدیو خیلی کمه. چند سالتون؟ اسمتون چیه؟ من دریا هستم، 28 سالمه. شما چی؟ 19 آیدا. به این استایل هم آقا و خانم از 1 تا 10 چند میدی؟ آقا 9.5 تا 10. 9.5 تا 10 هست؟ بله. خانم چی؟ خانوم نهایتاً 5. 4 5. 4 5. بله. شما چند میدی؟ به آقا 8. به خانومم 7.
به آقا 8، به خانومم استایلشون کژواله دیگه. 7 تا 8 دوتاشون 8. دوتاشون 8 هستن. آره کژوال. بعد به استایل دوستتون از 1 تا 10 چند میدی؟ 10. موهاشو خیلی دوست دارم. رفاقت رو به جلوی دوربین نیست. الان به نظر تیپی 10. یعنی 10 هست. بله. هیچ ایرادی نداره یعنی تیپشون. نه آخه بگو من راحت‌تر میتونم نظر بدم. نه خب موهاشو مثلا با این جوراب سفیده به نظر همخونی داره. نظرم دیگه 9 تهش به خاطر جورابه. یعنی به خود شلوار. من این شلوار انتخاب نمی‌کردم. شلوار ببین دوستاش چجوری آره خوبه. نه اشکال نداره. شما چند میدی بهشون؟ من بهشون چند میدم؟ بله. مثلا این کراواته با شاله به نظر همخونی داره. خب نه من به استایل ایشون بدون شال نمره میدم. چند؟ چیزی که واقعی هست نمره، نه چیزی که مجبوره بابتش. صادقانه بگم بله. من خیلی آخه توی این قضايا هستم. سر خواهش میکنم رأیو بدیم بریم به و تموم شه دیگه. درباره اخلاقیات که نمیخوایم. چی به نظرتون باگشه؟ من این شلوار رو با این ترکیب نمیپسندم. این داره عصبی میشه. چهره خاصیه. این کراوات خیلی جسورانه است، خیلی خوبه به نظر. مثلا لزومی نداره که بخواد شبیه بقیه باشه. بعد این فیس و این موها با اون کراواته به نظرم خیلی همخوانی داره، این میکاپی که داره. ولی من با این کراوات رو با این شلوار با این سبک کت نمیپسندم. کت باید به نظرم یه مقدار کوتاه‌تر باشه. بچه‌ها می‌خوام بریم سراغ نفر بعدی. 2 تا آقا هستن که میخوان درباره تیپ استایل شما نظر بدن. آقا اسمت چیه و چند سالته؟ من محبودم و 23 سالمه. 23. شما چی؟ شهریار 21 سالمه. نسبتتون با هم چیه؟ ما دوست دانشگاهیم. رفیق هستی. به استایل رفیقتون از 1 تا 10 چند میدی؟ رفاقت رو بذار که صادقانه جواب بده. 8. چرا اون 2 نمره رو چی هم کردی؟ اون 2 نمره رو گفتید به خاطر رفاقت دیگه. ولی من می‌خواستم 10 بدم. چی تو ظاهرش بده استایلش؟ هیچ بد نیست. اگه من 10 میدادم الان برمیگشتم میگفتن رفاقتی 10 داده. 2 نمره همینجوری کم کردی. شما چند میدی به محبوب؟ من رفاقت نباشه خداییش 10 میدم بهش. به ترک چشم حسود. یعنی به نظر تیپ استایلش اوکی. آره من رفاقتی نباشه 10 میدم بهش. هیچ ایرادی نمیبینی؟ هیچ ایرادی نمیبینم. به این 2 تا خانم چند میدی از 1 تا 10؟ از 1 تا 10 4 5 جفتشون؟ 10. موهاشو خیلی دوست دارم. رفاقت رو به جلوی دوربین نیست. الان به نظر تیپی 10. هیچ فرقی نمیکنه واسه. نه 4 و 5 4 و 5 میدی. آره یکیشون اینجا نشسته. این نداره بازم تغییر ایجاد نمی‌کنه. شما چند میدی؟ اگه خواستی یواشکی بگی. اینجا نشسته. نه یکیشون نشسته. ببین چپیه بلنده چند؟ ببین بلنده اگه جلوش مثلا مشکینا بود بهش 6 میدادم راحت. اینجوری باشین. آره همون اون کار اون باخت داده، اون خیلی باخته. راستیه حاجی اونم همون 6 و نیم 7 میدم. 6 و 7 آره 6 و 7 هستن. حالا هر کسی برای خودش خوشه. بله. نه قیافه ما که مد نظر ما فقط استایل. آره بچه‌ها شما که به هم دیگه 10 و 9 دادید. ما می‌خوایم بریم سراغ نفر بعدی 2 تا خانم هستن. چند سالتونه و اسمتون چیه؟ 19 سالمه. آرنه. شما چی؟ مهتاب 20 سال. نسبتتون با هم چیه؟ دوستی. رفیق هستید. به استایل رفیقتون از 1 تا 10 رفاقت رو بذارید کنار و یه عدد بگید. 8 و نیم. چرا؟ چیش بده؟ رنگ بندیش یه خورده از علاقه من به دوره. نو خودیه. من خیلی از مورد علاقم نیست. شما چند میدید بهشون؟ اصلا نمره نمیدم دیگه. لباسش خیلی خوشگله زیر کاپشنه. 8 میدم. نیم نمره کمتر. 8 میدید بهشون. بعد شما یه عکس بهتون نشون میدم. استایل اینا هم یه امتیاز بدید. 2 تا آقا هستن. چند میدید؟ 7 6 و نیم. کوتاهه 6 و نیم؟ نه کوتاه 7. اون یکی 6 و نیم. 7 و 6. چرا؟ 6 و نیم. 6 و نیم. نیمه چیه؟ یه خورده ضعیف‌تره به نظرم از اون یکی. شما چی؟ این استایلو 7 میدم. این استایلو 8 و نیم. یعنی کوتاهه بهتر از بلند. آره احساس راحتی بیشتری ازش میگیرم. با استایلش بهتره. بله. ما الان می‌خوایم بریم سراغ نفر بعدی 2 تا آقا هستن. جسارتا چند سالتونه؟ من 27 سال. 27 سال. شما چی؟ من 28.
رفیق هستید با هم نسبتتون؟ پسر خالم. به استایل پسر خالتون از 1 تا 10 چند میدید؟ استایلش 10. نه رفاقت رو ولش کن. نه من حقیقت رو میگم 10. یعنی تیپ 6 ایرادی نداره؟ یه چیز هست که اونم امروز رفت میشه 10. شما چند میدید؟ 10. یعنی هیچ چیزی کمی نیست؟ هیچ کمی نداره. اتفاقا اگه نمره بیشتر باشه بیشتر هم بهش میدم. یه دروغی بگو که خودت هم بتونی باور کنی. یه عکس به شما نشون میدن. این 2 تا خانم رو نگاه کنید. به استایل ایشون چند میدید؟ 1 تا 10. به جفتشون؟ بیشتر نیستن؟ حالا این وریه حالا 5 ولی اون وریه 3. شما چند این ویدیو رو ببینه. ما میخوایم بریم سراغ نفر بعدی. نفر بعدی 2 تا خانم هست. شما جسارتا چند سالتونه و اسمتون چیه؟ شقایق اسمم 25 سالم. 25. شما چی؟ زینب 25. رفیق هستید؟ نسبتتون ما هم رفاقت دیگه. به استایل رفیقتون از 1 تا 10 چند میدید؟ دور از رفاقت و فقط به استایلش. 6 6 بده به نظرتون؟ 6 نامناسبه دیگه از نه 6 بده که از 10 کم کردید. بوتاش بوتش شد سبز قشنگ. سبز. بقیه‌اش اوکیه؟ آره. ولی 6 میدید. یه بوت مثلا یه امتیاز 2 امتیاز. خیلی مثلا مهمه. شما چند میدید بهشون؟ من خواستم به 10 بدم. نه دیگه هیچ کاری کردی. 10. یه دونه هم کم نمون. 10 رفاقت نه نه خب نه میخوام بحث رفاقت نشه، یعنی فکر کنید ایشون نمیشناسی میخوایم استایلشون امتیاز بدید. کلا دختر خفنیه. دختر خفنی. به این 2 تا آقا چند میدی؟ گفتشون با هم. سفیده چند؟ سفیده چون شخصیه دیگه، دلایل شخصی خودم چون از تیپشه دیگه. همون. سفیده 4. هیچ کمی نداره. اتفاقا اگه نمره بیشتر باشه بیشتر هم بهش میدم. اون یکی 7. سفیده 4 اون یکی 7. بله. چرا مثلا؟ از تیپ اون بیشتر خوشم میاد. بیشتر خوشت. شما چند میدی؟ از 1 تا 10. 1 تا 10. به استایلش. 6. به سفیده 6 میدی؟ آره. به آبیه چی؟ 8. 8 میدی. به تو 10 بدم. میخوام برم الان سراغ نفر بعدی بپرسم به استایل شما چند میدن. آقا اسمت چیه؟ چند سالته؟ من سورنام 18. شما چی؟ یونس 19. رفیق هستید با هم؟ آره صمیمی؟ صمیمی که آره. به استایل سورنا از 1 تا 10 چند میدی؟ رفاقت رو ولش. سورنا ببین گوشواره که الان خرید 2 تا از استایلش کم کرد. نه جدی حالا بخوایم بگیم میدم 8 تا میدم. 8 تا میدی. اون 2 نمره رو به خاطر گوشواره کم کنی. شما چند میدی به استایل یونس؟ استایل یونس کلاسیک من خودم دوست دارم. 8 تا 10 میدم. 8 تا میدی. برای چی کم میکنه 2 نمره رو؟ 2 نمره پیرناش میتونه بهتر باشه. پیرنش میتونه بهتر باشه. من یه عکس به شما نشون میدم. استایل این 2 تا خانم هم یه نمره بده. حاجی راستیه 6. کلا داره 6. نه کلا داره 4. کلا داره 4. آره. استایلش یعنی 4. آره. اصلا هیچی به هیچی نمیخونه. به اون یکی چی؟ 6. 6. آره. شما به این چند میدی؟ کلا داره چند؟ استایلش کلا داره 5 میدم. یکی هم فرقی نمیکنه اونم 5 میدم. جفتشو 5 میدم. بریم سراغ نفر بعدی. لایک می‌کنید نشون میدید.